سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به یک ویدیو جدید با ما. در این ویدیو قرار است که بورسیه اوپن دورز روسیه را بر شما به معرفی بگیریم و تمام معلومات ها را با جزئیات کامل در اختیار شما قرار بدیم. پس یادتان نره تا آخر ویدیو با ما همراه باشین و لایک ویدیو رو بزنین، همچنان با دوستایتان شیر بسازین تا اونا هم از این فرصت عالی با خبر شوند و ای که کانال ما را سابسکرایب کنین تا که از جدیدترین و معتبرترین بورسیه های جهان با خبر باشین. بورسیه روسیه یکی از برنامه‌های بین‌المللی تحصیلی است که برای دانشجویان ممتاز سراسر جهان فرصت تحصیل رایگان در دانشگاه‌های معتبر روسیه را فراهم می‌کند. برندگان این رقابت می‌توانند در مقاطع لیسانس، ماستری، دکترا و پاس دکترا با معافیت از پرداخت شهریه تحصیل کنند. مزایای بورسیه ای است که پرداخت کامل شهریه به دوش دانشگاه است. تحصیل در دانشگاه‌های معتبر روسیه را شما می‌توانید تجربه بکنید. انتخاب رشته و دانشگاه از میان برنامه‌های ارائه شده، شرکت رایگان و آنلاین در رقابت، فرصت تحصیل در رشته‌های علمی و پژوهشی متنوع و همچنان بدون کدام مدرک زبان مثل تافل شما میتونین که در این بورسیه اقدام بکنین. مقاطع تحصیلی هم که در بورسیه شامل میشه لیسانس، ماستری، دکترا و پاس دکترا هست و میریم سر لیست رشته های ای بورسیه. ای بورسیه رشته های متنوع زیادی داره که از رشته های مثل طب و زیرشاخه های صحت عامه، علوم طبی، سلامت عمومی، تحقیقات طبی گرفته تا علوم کامپیوتر و زیرشاخه هایش، هوش مصنوعی و ریاضیات کاربردی و زیرشاخه هایشان، تعلیم و تربیه، علوم اجتماعی، زیست شناسی و غیره را شما میتونین که در این بورسیه یعنی انتخاب داشته باشین. و خب این بورسیه طیف گسترده از رشته ها را شامل میشه و اکثر متقاضیان میتونن که رشته هایی که میخواین را پیدا بکنن در بین از رشته ها و برشان اقدام بکنن. و دوستای عزیز میریم سر دانشگاه هایی که میزبان هستند برای بورسیه. ما تمامشان اینجا بر شما لیست کردیم و شما میتونین که تمامشان تک تک بخونین و در موردشان معلومات بگیرین و هر دانشگاهی که از نظر موقعیت و یا از نظر رتبه بندی جهانی و یا هر معیار دیگه که خودتان دارین برای شما انتخاب باشه، میتونین که ده همون اقدام بکنین. و شرایط لازم برای متقاضیان اولا این هست که داشتن تابعیت کشور خارجی رو داشته باشه، یعنی روسی نباشن، و داشتن مدرک تحصیلی معتبر برای مقطع مورد نظر، داشتن حداقل 70% نمرات تحصیلی در مقطع قبلی، داشتن پاسپورت معتبر تذکره الکترونیکی، ارائه انگیزه نامه، ارائه توصیه نامه و توصیه نامه به صورت اختیاری هست. اگر که شما داشته باشین خیلی بهتر میشه براتون. ارائه کارت صحی که این هم تا نتایج نهایی لازم نیست. مدرک زبان که همچنان اختیاری هست و اگر شما باز دوباره مدرک زبان داشته باشین براتون یک امتیاز محسوب میشه و در صورتی که بخواین میتونین زبان روسی را 1 سال یعنی آموزش ببینین و بخونین. و در کنار اینا مدارک علمی پژوهشی و افتخاراتی که شما دارین همچنان برای تقویت اپلیکیشنتان لازم هست و در قسمت سن برای لیسانس کمتر از 24 سال باشه، برای ماستری تا حدود 33 سال، برای دکترا تا حدود 35 سال و برای پس دکترا حدود 24 تا 39 سال. و یک نکته مهم دیگه که وجود داره دوستایی که اگر شما پاسپورت ندارین میتونین با تذکره الکترونیکتان نیز ثبت نام بکنین. اگر که شهادتنامه مکتبتان نیست میتونین با نمرات 3 ساله ثبت نام شوین. مدارک مورد نیاز برای بورسیه ای است که شما باید عکس سافتتون داشته باشین، پاسپورت، تذکره الکترونیکی، شهادتنامه مکتب برای مقطع لیسانس و یا نمرات 3 ساله، دیپلم برای مقاطع ماستری و دکترا، نمرات تحصیلی، انگیزه نامه و توصیه نامه، مدارک علمی پژوهشی برای تقویت اپلیکیشنتان و همچنان در نهایت مدرک زبان اگر داشته باشین خیلی عالی هست. و این هم دوستا در نظر بگیرین که اگر شما در تهیه انگیزه نامه، توصیه نامه و ترجمه نمرات 3 سالتان مشکل دارین میتونین که با تیم ما مشورت داشته باشیم و ما در این قسمت میتونیم همراه شما همکاری بکنیم و به صورت معیاری و استاندارد مدارک شما را آماده بسازیم و برای ثبت نام آماده بکنیم. و در نهایت راهنمایی ها و پشتیبانی هایی که تیم ما برای شما ارائه میکنه این است که در انتخاب رشته و دانشگاه بر شما کمک میکنیم. ما کمک در تکمیل فرم ثبت نام، تهیه و تنظیم انگیزه نامه، توصیه نامه و سی وی معیاری، ترجمه اسناد و نمرات تحصیلی، سپری نمودن امتحان مرحله دوم بدون کدام
نگرانی و یا استرس شما میتونین که امتحان مرحله دوم را با تیم ما به صورت موفقانه پشت سر بانین و همچنانی که مشاوره تخصصی برای موفقیت در اپلای. و دوستای عزیز ایرا حتما در نظر بگیرین که هدف ما کمک به شما برای استفاده از فرصت‌های تحصیلی بین المللی و افزایش شانس موفقیت در دریافت بورسیه است. و برای مشاوره و یا گرفتن معلومات بیشتر شما میتونید که به شماره واتساپ زیر پیام بونین و با خود ما در ارتباط باشین. تشکر از اینکه تا این قسمت با ما همراه بودین و اگر که نظری و پیشنهادی دارین میتونین که در قسمت کامنت بر ما بنویسین، ما حتما بر شما پاسخگو باشیم. و یادتان نره که ویدیو را لایک بکنین و همراه دوستایتان شیر بکنین تا که اونا هم از این فرصت عالی با خبر شون. و ناگفته نمونه که در ویدیوی بعدی تصمیم داریم که از طریق سایت خود بورسیه بر شما یک سری چیزا رو معرفی بکنیم و جزئیات کاملش بر شما توضیح بدیم. پس کانال را سابسکرایب بکنین تا که ویدیو رو به زودترین فرصت بیننده باشین.